سلام دوستان عزیز پارسلو. امروز شروع میکنیم با کتاب اصلیمون. من گرامر و دروسش رو ادامه خواهم داد. اون دوستایی که میخوان واسه امتحان آماده بشن و بخشای گرامر رو اینا رو میخوان یه دوره کنن نگران نباشن، کم کم درسای دیگر رو هم میذارم اونجا، ولی خب برشک مهمه که ما الان در واقع یک فرصتی رو داریم ازش استفاده بکنیم برای اینکه بیایم و این بخش کتاب اصلیمون رو شروع کنیم. کتابی که من براتون تدریس میکنم اسلوونسکا بسد اوژیو اینا آ هست. یه کتابی هستش که رنگ جلدش زرده، یه کتاب اصلیه و یه دونه کتاب بهش میگیم اوچبنیک، همون کورس بوک از کتاب اصلی شما هستی. کتاب کار داریم بهش میگیم دلونز وزک. این دوتا رو تهیه میکنید. خب حالا ببینین هر کدوم از این کتاب ها یه مقدار قیمتش بالاست میدونم، اگه امکانشو دارید خب بخرید. اگر نمیتونید امکان برای که حقوق مؤلفین هم حفظ بشه بهتره که یا اینا رو بگیرید یا به خاطر اینکه گرونه. ببینین توی مثلا لیوبلیانا میتونم بهتون بگم دانشکده فلسفه طبقه پایینش اونجا یه در واقع بخش فتوکپی داره، میری در واقع زیر زمین اون دانشکده هستش، اونجا تمام این کتاب ها رو میتونید ازشون کپی بگیرید. بهشون فقط عنوان کتاب رو بگید یک کپی از خود کتاب به من بده، یک کپی هم از کتاب کار بده. خیلی خوب، پس بریم شروع کنیم. من کتاب اصلی رو درس میدم، من فقط اوچبنیک رو بهتون درس میدم. بعد کتاب کار به عهده شماست. میتونید برید از کتابخونه قرض بگیرید کتاب رو، امانت بگیرید و وقتی که امانت گرفتید چیکار کنین؟ اون رو کپی کنید. خیلی خوب، یا با هم کتابخونه بخونید، چون وقتی که امتحان کپی کنید بهتر، چون امتحان بدین به درتون میخوره. من کتاب رو به همین شکل درس میدم که یک فایل اینجا دارم، هرچه نکته بود هرچه لازم بود براتون مینویسم، تمام واژه‌های کتاب معنی میکنم، ولی PDF کار توی بک‌گراند نشون داده نمیشه به دلیل همون در واقع حقوق مؤلف. بریم سراغ اولین فصل. دوبردان. خب شما، من فقط بگم چه صفحه رو دارم میگم، صفحه 5 کتابتون هست. صفحه 5 کتابتون یه شماره 1 میبینیم، بالاش هم نوشته دوبردان. خیلی خوب، پس میخوایم راجع به درس اولمون صحبت کنیم. دوبردان یعنی روز بخیر. برای در واقع تا پیش از ظهر، موقع‌های هم طرف عصر ازش استفاده میکنیم. دوبردان. کای نایسلیکی، انگلیسیش رو هم نوشته کنارش، خوشبختانه. حالا کتابای قدیمی اصلا انگلیسی هم نداشت، ما ساعت بعد نخ میذاشتم مثلا من که در واقع پیدا کنم اینو چی است، ولی الان خوشبختانه انگلیسی هم نوشته. اگه انگلیسی بلد باشین اصلا من فارسیشو میگم کای نایسلی که توی عکس چی هست. خب حالا دوستایی که بخش گرامر خوب دنبال کردن میبینن که نوشته کایه، کای چی کایه، نه اسلیکی چه چیزی در عکس ها هست. خب این اسلیکا بوده، میگه چه چیزی در عکس ها هست، پس شده کای نا سلیکی که اومده در واقع پتیسکلون شده. خب من نکات گرامری رو هم میگم، ولی خب اونایی که حالا باش آشنایی ندارن خیلی بهش توجه نکنن، بیشتر معانی رو بگیرین. یه نقشه ای از کشور اسلوونیا رو میبینین. خب این تو قسمت شمال در واقع این کشور به اتریش، با اتریش همسایه است. خب توی اتریش که زبان آلمانی حرف میزنن طبیعتا میخوام بگن روز بخیر میگن گوتن تاگ. گوتن تاگ. خیلی خوب، بعد ببینیم مثلا توی در واقع نوشته آستریا. خیلی خوب، بعد بریم سراغ مجارسکا، همون مجارستان. خب اونجا به چه شکل میگن؟ خب یوناپود مثلا. بعد توی هرواشکا هم کرواسی هست که تمام خط جنوبی مرز جنوبی اسلوونیا با در واقع کرواسی. خیلی هم کشور قشنگی، حتما بریم ببینیم، سواحل بسیار زیبایی داره. خب اونجا هم میگن دوبردان. بس یه نکته خوبم، زبان کرواسی و زبان این کشورهای در واقع مثلا حالا مثلا کرواسی، بوسنی، صربستان خیلی شبیه اسلوونیاییه. همینطور زبان اسلوونیایی بسیار شبیه زبانی است که در جمهوری چک حرف میزنن. پس درسته که این زبان رو یاد بگیرید، آدمای زیادی تو این کشور نیستن، ولی میتونید تو این کشورهای مجاور هم در واقع روی این کشورها هم حساب کنید. بریم مرز بعدی که داره با ایتالیا هستش، درسته؟
که اینا باز هم ایتالیا مثل ما تو فارسی میگیم ایتالیا، اینا هم همونجوری میگن. پس این کشورهای اطراف رو توی نقشه میبینید. حالا تو خود اسلوونیا یه سری شهر میبینید که مرکز نوشته که در واقع لیوبلیانا، نوو مستو، سیلیه، ولینیه، ماریبور، کران، نووا گوریتسا و کوپر. اینا در هر کدوم از این شهرها میگه یه طوری مثلا میگن روز بخیر، ژیویو، ستراو، دوبردان، چاو، همش هم حالا شما میتونین هر کدوم بخواید استفاده کنین ولی رسمیش دوبردان هستش. خب ببینیم که نوشته اینجا چی هست. نوشته کاتر اسلوونسک بسد زا درجاوه شپوزناته. پس شما کدوم واژه های اسلوونیایی رو برای کشور در واقع میدونید؟ کدوم اسم کشورها رو شما میدونید که خیلی خوب، حالا اسم درجاوا کشور هستش، زا درجاوه فور کانتریز که همون چتردیسکلون هست اینجا. خیلی خوب، پس اسم کدوم کشور رو شما میدونید؟ الان میگید دیگه. مجارسکا، آوستریا، هرواشکا، ایتالیا. کاترا اسلوونسکا میستا ش پوزناته. خب اسم کدومی که از این شهرهای اسلوونیایی رو میدونید؟ خب اینجا ما داریم اسلوونسکا میستا و مستا هم در واقع مستو بوده که بوده سردنسپول، اینجا جمع بسته شده دیگه، شده کاترا اسلوونسکا میستا ش پوزناته. خیلی خوب، پس من اینم براتون واژه هایی که داشته بنویسم. مستو بوده، تو فرم جمعش شده مستا. یه لغت دیگه هم داشتیم اینجا، چی بود؟ درجاوا کشور، که اینجا درجاوه فرم در واقع جمعشه. بعد نوشته پوزناته. این از پوزنام، وقتی من میدونم یک چیزی رو، به یک چیزی اشراف دارم، پوزنام. پس اینجا پوزناته اومده که در واقع فعلش هم از پوزناتی بود. بعد کیه؟ ش ژیبیو اسلوونسی. کیه؟ س ژیبیو اسلوونسی. خیلی خب، این از ژیبتی میاد. ژیبتی فعلش هست. ژیبتی یعنی زندگی کردن. خب ژیبیم یعنی زندگی میکنم. خب یه جمله بگید ببینم. من در اسلوونیا زندگی میکنم. میشه یاز ژیبیم و اسلوونی. خب به اسلوونی، چون من زندگی میکنم بچه. اون بخش در واقع پتیسکلون رو اگه خاطرتون باشه خوب خونده باشی، من میگم ژیبیم. وقتی میگم ژیبیم من زندگی میکنم. پس وقتی که میگم زندگی میکنم در جایی، پس این کدوم سکلون هست اینجا؟ پتیسکلون هست دیگه. پس برای همینم پایان این شده ای در واقع. خیلی خوب. کاکو پوزدراویت و سویم یزیکو. خیلی خوب، شما چجوری به زبان خودتون در واقع مثلا میگید هلو پوزدراویت یعنی تو سی هلو، یزیک هم یعنی زبان. زبان. حالا این گفته و سویم یزیکو، درسته؟ نوشته و سویم یزیکو. خب در زبان خودتون، باز میگه در زبانتون. پس این ام او اومده که مال چی بود؟ باز پتیسکلون، درسته؟ ام او در حالت مذکر پتیسکلون، درسته؟ خب این نکات گرامریش رو من میگم و اصلا برای بچه‌هایی که میخوان دوره کنن و امتحان دارن، بقیه میتونن در واقع فقط معنی واژه ها رو بنویسن.